تفضل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی حلمه بعد علمه و الحمد لله علی عفوه بعد قدرته و الحمد لله علی طول عناته فی غضبه و هو قادر علی ما یرید و الصلاة و السلام علی عبده و امینه و صفیه و حافظ سره و نبیه نبی الرحمه و خاتم رسوله ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الفلك الجاریه فی اللجج الغامره یأمن من رکبها و یغرق من ترکها. قال الله الحکیم فی کتابه و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدی و رحمة و بشری للمسلمین. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها و قد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله یعلم ما تفعلون. خدمت سروران بزرگوار و حضار محترم سلام عرض می کنم. پیشا پیش ولادت با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را تبریک عرض می کنم و از برگزار کنندگان این همایش مخصوصا جناب آقای مبلغی تشکر می کنم. همونطور که اعلام شده بحث بنده انعطاف پذیری قانون عنوانش است در مرحله تصویب و اجرا. به نظر من اومد که در بحث مربوط به رابطه اخلاق و قانون با توجه به ماهیت منعطف اخلاق یه بحث کوتاهی در خصوص انعطاف پذیری قانون که معمولاً تا حد زیادی الهام گرفته از اخلاق است خالی از لطف نباشد. هر حال عنوان انعطاف پذیری است. این بحث را من این وقت کوتاه هم باید هول هولکی بگه، نمیدونه آدم چی بگه، به هر حال به جایی نمیرسه، ولی حالا امیدوارم که چند جمله‌ای بتونم در این بحث مطلب خودم را تا یه حدی ادا کرده باشم. به هر حال اون چی که من در این ذیل این بحث میخوام عرض بکنم تحت عنوان یک مقدمه آوردم و 4 بخش. اول مفهوم انعطاف پذیری قانون، دوم انعطاف پذیری قانون در برخی از قوانین خارجی، سوم انعطاف پذیری در فقه و بیان احکام شرع، چهارم وضعیت انعطاف پذیری قانون در نظام حقوقی ایران و یه نتیجه گیری هم ازش کردم. بعضیاش را از روی عبارت میخونم، بعضیاش هم جمله توضیح میدم. در مقدمه من عرض کردم خب میدونیم قانون نقش عمده و کلیدی در مدیریت جامعه امروز و تنظیم روابط اجتماعی دارد. خب به اعتباری ما 2 عنوان قانون داریم: قانون اساسی که قانون فرادستی است و قانون عادی. قانون عادی که طبعاً کلمه قانون منصرف به آن است شامل مقررات و ضوابطی است که برای نظم و نسق دادن به اعمال و رفتار اجتماعی مردم از معاملات، احوال شخصیه، تعقیب و مجازات مجرمین و برقراری نظم و امنیت از سوی مرجع ذی صلاح قانونگذاری تصویب می شود. دادگاه ها که مرجع حل و فصل اختلافات و دعاوی و متکفل تعقیب و مجازات مجرمین و متجاوزین به حقوق مردم می باشند باید بر اساس قانون تشکیل شده رسیدگی نموده به حکم صادر نمایند. قانون اگر هم از اخلاق الهام گرفته باشد و یا موازین اخلاقی را به صورت مواد قانونی درآورده باشد لازم الاجراست، ضمانت اجرا داره برخلاف موازین اخلاقی و باید بدون عذر و بهانه اجرا شود. خب میدونیم دولت خوب اون یا شایسته دولتی است که قانون را محترم شمرده و همه امور را بر مجرای قانون انجام دهد. صحت و سقم امور و حتی تحقق بسیاری از موازین و مفاهیم با معیار قانون سنجیده می شود و در محدوده قانون محترم و معتبر است. احکام دادگاه ها باید بر اساس قانون و مستند به مواد قانونی صادر شود تا معتبر و محترم و قابل اجرا باشد و عدالت و امنیت را در جامعه برقرار کند.
قراردادهایی که بین افراد منعقد می شود به حکم قانون محترم و لازم الاتباع است که میگن العقد و شریعت المتعاقدین و هیچ کدوم نمیتونن اون را به هم بزنن. خب بنابراین به حکم همین قانون قراردادهایی هم که بین طرفین بسته می شود لازم الاجرا و لازم الاتباع و حتی دادگاه هم برخلاف اون حاکمیت اراده افراد نمیتواند علل اصول تغییری در اونها ایجاد بکنه. حالا من اینا عرض کردم که میگم با همه این اوصاف، از اونجا که مسائل اجتماعی و روابط انسانی و مصالح جامعه که قانون برای تنظیم اونها وضع شده است فرمول خشک و ثابت شده ریاضی ندارند. برخی از مواقع اصرار و پافشاری بر اجرای مر قانون و انعطاف ناپذیری آن میتواند مشکلاتی را به وجود آورد و اجرای عدالت و احیانا نظم و امنیت را همین نوع اجرای قانون گاهی با مشکل مواجه سازد. از این رو با حفظ اصالت لزوم اجرای قانون لازم است نسبت به انعطاف پذیری آن هم در مرحله تصویب از سوی خود قانونگذار و هم توسط مجریان و به ویژه دستگاه قضایی به صورت رویه قضایی تمهیداتی اندیشیده شود. این معنا در برخی از نظام‌های حقوقی پس از تجربیات به دست آمده از اجرای قانون مورد توجه قرار گرفته و در برخی از نظام‌ها مغفول مانده است. حالا من در اینجا در واقع در این 3-4 بخشی که عرض کردم در قسمت اول عنوانش گذاشتم انعطاف پذیری قانون. خب طبعا نمیتونم بحث مفصلی در اینجا بکنم. این 2-3 جمله را عرض میکنم برای روشن شدن. من مثالهای زیادی زدم، شاید 1-2 تاشو بتونم بگم. گفتم انعطاف پذیر بودن قانون بدین معنا میتواند باشد که قانونگذار وقتی در موضوع قانونی را تصویب میکند که به طور عام لازم الاجراست و عذر و بهانه‌ای علی القاعده برای دست برداشتن از اجرای آن نباید باشد و علی الاصول پس از اون که روند تصویب و انتشار و اطلاع رسانی عمومی آن انجام شد، میدونید حتی ادعای جهل به آن نیز مسموع نیست. حالا ممکن است به مناسبت اوضاع و احوال خاص، پیشامدهای غیر منتظره، وضعیت نامناسب فردی که مکلف به اجرای قانون است و نظایر اینها اجازه عدم اجرا یا تخفیف در اجرای قانون را خود قانونگذار بدهد و به نحوی در اجرای خشک و بلا قید اون تلطیفی ملحوظ دارد. من اینجا چند تا مثال زدم، 1-2 تاش عرض میکنم. تو قانون خودمون، حالا من اینجا بیشتر بحثم روی همون قوانین موضوع است. توی قانون مثلا مدنی خودمون میگه اگر فرض کنید به واسطه با وجود یکی از موانع نکاح انجام بگیره، مردی با زنی که در عده نکاح دیگری به سر میبرد ازدواج کنه، این ازدواجش باطله. اگر با علم و آگاهی حکم و به حکم و موضوع باشه، هم ازدواج باطله هم موجب حرمت ابدی میشه. ولی اگر بدون علم و اطلاع یا نسبت به حکم و یا موضوع باشه، ازدواج باطله ولی حرمت ابدی ایجاد نمیکنه. یعنی این به اصطلاح نداشتن سوء نیت و جهل به موضوع یک مقدار این مسئله را تخفیف داده. یه اصطلاحی در حقوق فرانسه را داریم در این مورد، این نوع ازدواج را بهش میگن ازدواج پوتاتیف. ازدواج پوتاتیف این است که وقتی ازدواج میکنن این ازدواج باطله، ولی تعبیر اینها این است که یکی از زوجین یا به حکم به اصطلاح ما یا به موضوع جاهل بوده. میگه اثر این بطلان نسبت به آینده است، یعنی از زمانی که آگاه شدن به این که این باطل بوده، نسبت به سابق اثر نداره. مثل یه چیزی که مثلا آثاری که ما بر وطیه و شبهه بار میکنیم. نظایر این مواردی ما در امور جزایی، در امور حقوقی عرض شود به حضورتون که داریم. در امور کیفری تو قانون خودمون هم مثلا یه مواردی داریم، مرتکب جرم اگر کسی شد طبق قانون مجازاتش تعیین شده. اما شما الان در ماده 114 قانون مجازات اسلامی آوردید اگر کسی توبه کرد حسب مورد ممکنه یا به کلی حد ازش ساقط بشه یا از اتهام
ازش برداشته بشه بالاخره یا تخفیف درش داده بشه. الان آمده. نظیر این را من دیدم در قانون به اصطلاح مثلا آمریکا که در یه دادگاهی هم شرکت کردم و اجرا می‌کردم، یه اصطلاحی دارم نام پلی بارگین یا پلی بارگینینگ و خلاصش این است که اگر چنانچه متهمی اقرار کرد به جرمش، یعنی آمد حسن نیت به خرج داد، همراهی کرد، اقرار کرد، بار اثبات موضوع را از عهده دادستان میندازه پایین، سبک میکنه. نتیجه این کار با حسن نیت او این است که دادستان میتونه این جرم را که در یک مرحله بالایی است یه پله بیارتش پایین‌تر، یا از موقعیتش استفاده کنه، از دادگاه بخواد که مجازات کمتری براش بده. اینا یه چیزایی است که خود قانونگذار ممکنه این کار بکنه. موارد دیگری هم مثال زدم من اینجا که حالا فرصت نیست میگذرم ازش. در اجرا هم ما گاهی داریم انعطاف پذیری در مرحله اجرا، یعنی اونجایی است که اون قانون خشک و خشن را قاضی دادگاه به خصوص یا رویه قضایی میتونه تلطیفش بکنه که به نوعی بهتر عدالت و یا بگیم انصاف، حالا چون عدالت خورده خشک‌تره، انصاف لطیف‌تره در واقع، بتونه اجرا بشه. من در قانون رویه قضایی خودمون یه مثال زدم، نمیشه تفصیلش را بخونم. شما طفلی که از طریق رابطه نامشروع زن و مردی به دنیا آمده نسب نداره، وقتی نسب نداره آثار نسب هم برش بار نمیشه، برای میگیم ارث نمیبره، اما نتیجتا میبایستی حق حضانت، نفقه، اینها هم بر عهده اون پدر و مادر طبیعی که این طفل مولود رابطه غیر مشروع اونهاست وجود نداشته باشه دیگه، چون نسب وجود نداره. اما رویه قضایی آمده این قانون را تلطیفش کرده به جهت حفظ منافع این کودکی که بیگناه است. رویه قضایی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور داریم که استدلال کرده به همین جنبه‌هایی که عرض کردم و به چیزهای فقهیش هم استناد کرده، به فتوای از امام و اینا هم استناد کرده. این پدر زانی در واقع اصطلاحاً طبیعی را مکلفش کردن به داشتن حق حضانت، دادن نفقه و حتی گرفتن شناسنامه. این اجمالاً تصویری است که به هر حال ما از انعطاف پذیری در قانون داریم. حالا از این میگذرم. من اشاره کردم به قوانین خارجی که گفتم بعضی‌ها به راههایی رسیدن. دو تا نکته رو میخوام عرض کنم، تو تلگرافی باید عرض کنم. 3 تا قانون خارجی رو من یه اشاره مروری روشون کردم. یکی قانون مدنی فرانسه، یکی قانون مدنی مصر و قانون مدنی کویت. عرض شود به حضورتون که خب نمیرسم این رو بگم، فقط عنوانش رو میگم به خاطر اینکه یه سنخیتی با قانون ما داره، از این جهت اینجا آوردم، حالا تفسیرش رو نوشتم. 2 تا عنوان در این قوانین هست، یکی حسن نیت، یکی انصاف. خب نمیشه من مثال بزنم اینجا که چجوری بر اساس حسن نیت قانونگذار اومده قانون را تلطیف کرده، چجوری عنوان انصاف را توی قانون آورده و براش بها قائل شده. در قانون ما نیست عنوانا. اون جاهایی هم که قانون مدنی ما از قانون مدنی فرانسه ترجمه شده عیناً از اونجا گرفته شده، اون ذیلش را که میگه با حسن نیت اجرا میشه یا بر اساس انصاف باید اجرا بشه، اون ذیلش را زده، برای اینکه ما یه همچین عنوانی نداشتیم. خب بعد ازش بگذرم، مثالم نمیتونم بزنم، فقط یه دقیقه من مهلت بدید تمامش بکنم. عرض کنم به حضورتون در مبنای فقهی و شرعی هم ما همین مسئله، عرض کنم به حضورتون که خشک بودن و عدم توجه به همین انعطاف پذیری داریم و نداریم. کلیت مطلب را، حالا این مواردی را من آوردم که در خود قرآن کریم که متن اصلی ما هست، شما به مواردی برخورد می‌کنید که خداوند خودش در حکمی که وضع کرده انعطاف به خرج داده، یعنی با توجه به مقتضیات و اوضاع و احوال آمده تلطیفش کرده، مجازات حد قذف تعیین کرده، اما اونجایی که قاذف شوهر باشه حکم لعان آورده. من گفتم یه تفسیره اصلاحی زده، حالا چیزاشو میدونید. حکمی را در ماه رمضان، شب‌های ماه رمضان حرام کرد، بعد آمد گفت که خب نمیشه اجرا بشه. حالا من ببخشید تعبیر شاید مناسبی نیست میکنم، و هر حال خود قرآن آمد این را تلطیفش کرد. اون در سوره بقره که احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم، در اونجا تعبیر
جهتگیری کلی آیات قرآنی که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، مسئله اضطرار و اینها را که ذکر کرده، همه در این جهت عرض شود به حضورتون که ملاحظه میشه. عرضم تمامه. در قانون ما و به خصوص قانون مدنی ما، من میخواستم اینجا اشاره بکنم که دیگه حالا فرصت نیست، موادی را آوردم که خشکه و احتیاج به این هست که ما متوسل به انعطاف پذیری قانون بشیم و الان توش گیر کردیم. من این پیام حضرت آیت الله عظمی آقای مکارم را که اینجا قرائت شد خوندم، دیدم ایشون یه اشاره‌ای کردن، منتها یه عنوانی که این راه حل ما داریم، منتها اشاره ایشون این است که مسائل مستحبات و واجبات داریم، مستحبات داریم، قوانین الزام آور و غیر الزام آور داریم که این میتونه خیلی از چیزها را حل کنه. حالا من فرصت نیست تا توضیح بدم، ولی من عرضم این است که اگر ما این راه را داریم، چون قانون که نمیشه الزام آور نباشه، اگر بتونیم از همون موارد استفاده کنیم و در کنار قوانین الزام آور اون جنبه‌های نرم و لطیف را هم الزام آورش کنیم، یعنی به نوعی به همون حسن نیت و انصاف را راهش بدیم که مبانیش اینجا هست. ما در فتاوای بعضی از فقهامون هم هست، در اینجا میتونیم وضع بهتری هم در قانون گذاری هم با احتیاط کامل در رویه قضایی اون داشته باشیم. خیلی عذر میخوام و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسبب رسالته